شرکت IRS مسئول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان صبح 2 январ خبر داد که حرکت نقلیات توسط این شورا بجز از فورها و نقلیات پرسپدار برای دیگر واسطه نقلیات امکان پذیر شده است. از رانندگان تنها خواهش شده است که با نقلیاتی که تیر پیشبر ندارد به راه نبرویند، زیرا در برابر آنکه خودشان به مشکل مواجه می‌گردند به گزارش دیگر اتومبیل‌ها مانع ایجاد می‌نمایند. این شرکت یکم به 2 январ خبر داده بود که بنابر به نهایت شدید بودن بارش برف با مقصد تأمین بخطری شهروندان حرکت تمام نمود نقلیات از طریق راه دوشنبه چنوق موقتا بازداشت شد. IRS افزود در این مرحله کارمندان فیلیال شرکت را از برف تازه و با مواد ضد لغزش کارکرد نموده ایستادند. اوید به حالت راه علاوه معلومات میدهیم. اگنتی هواشناسی تاجیکستان قبلا خبر داد که طبق پیشبینی هواشناسان تا 5 январ در وادی‌های جمهوری باریدن باران و در مناطق کوهستان باریدن برف در نظر داشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز اخیراً از رانندگان خواست به دلیل یکباره سرد شدن هوا و باریدن برف و باران از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت به سفر نبرایند، به ویژه با راه‌های کوهستان. شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی است که ولایت سوق در شمال تاجیکستان را با قسمت‌های باقی مانده این جمهوری از جمله با پایتخت شهر دوشنبه می‌پیوندد. تا ساخته شدن نقب استقلال در این شورا یگانه راه بین شمال و مرکز تاجیکستان از طریق عقبه انزا بود که در زمستان بسته میشد. شورای دوشنبه خوجند چنوق با نزدیک 300 میلیون دلار قرض خطای ساخته و نوسازی شده از سال 2009 مسئولیت نگهبین و پولچینیش به شرکت IRS واگذار کرده شد.